بازار همیشه قبل از برگشت 3 تا سیگنال میده. اگر اینا رو بدونی دیگه گیر نمیافتی. 1. مثلا موقع برگشت سعودی، کندل برگشتی سعودی قدرتمند با بدنه سعودی بزرگی تشکیل میشه که یا سایه‌ای نداره یا سایه‌هاش خیلی کوچیکن. 2 یا 3 کندل بعدیش هم بدنه‌های سعودی دارن که اندازه اونا حداقل به اندازه متوسط بدنه‌های سعودی و نزولی اخیره، نه فقط بدنه‌های سعودی. در مورد کندل برگشتی نزولی برعکس. 2. به عنوان مثال اسپایک سعودی یا همون کندل‌های شکست سعودی مسافت زیادی رو طی می‌کنن و چندین سطح مقاومت نظیر میانگین متحرک، سقف‌های نزولی قبلی و خطوط روند رو هر کدوم با فاصله نسبتاً زیادی میشکنن. در مورد کندل‌های شکست نزولی برعکس. 3. شکست بسیاری از قیمت‌های نهایی کندل‌ها و سقف اونا رو معکوس می‌کنه. برای مثال وقتی یک کانال نزولی داشته باشیم و یک کندل بزرگ سعودی شکل بگیره، این کندل شکست سقف و قیمت کلوزی داره که بالاتر از آخرین قیمت‌ها و سقف‌های 5 تا 20 کندل اخیر یا حتی بیشتر قرار می‌گیره. این نکته رو هم بدون. هر چقدر تعداد بیشتری از کندل‌ها با قیمت کلوز یا همون قیمت بسته شدن کندل شکست سعودی معکوس بشن، نشونه قوی‌تری نسبت به زمانیه که همون تعداد کندل‌ها توسط سقف کندل شکست سعودی معکوس بشن. در مورد کندل شکست نزولی برعکس این موارد صادقه. تو پیجم نکات بروز و کاربردی رو میگم. به دردت میخوره فالو کن.